خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم از این که همه این فرصت‌ها رو برای رشد و تعالی و توانمندی ما برای ما و شما ایجاد نمود. اگر فرصت‌ها رو تبدیل به فرصت نکنیم افسرده خواهیم شد. چون ناکامی در بهره برداری از فرصت‌ها معادل افسردگی است. انسانی که از نعمت‌ها استفاده نکنه، انسانی که استعداد و توانشو و تلاش و پرکاریشو نتونه و هنرشو به نمایش بگذاره، این لیاقت نداره. خداوند همه ابزار توانمندی و تعالی و ترقی رو در اختیار ما گذاشته و زمانم به طور رایگان در اختیار گذاشته. انسان روزانه 86,400 ثانیه زمان در اختیارشه و انسان قدرت تفکر در اختیارشه. دیگه چی میخواد؟ قدرت تفکر با زمان. یه همت عالی میخواد، خودشو تکان بده، هنرهای زیبا رو به نمایش بگذاره. اگر کسی پلشتی رو به نمایش بگذاره و زشتی و دربدری و بیچارگی، اگر کسی اونو تشویق بکنه، این خللی در فکرشه. مگر پلشتی هم هنره؟ بیبندوباری هم هنره که آدم ژست بگیره بعد انتظار داشته باشه کسی اونو تشویق بکنه. اگر کسی به خاطر پلشتی ها منو تو رو تشویق بکنن، اونها هم مختل ذهنی و فکری هم. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. اگر اهلشی بسم الله، اگر لیاقت داری بسم الله، اگر شایستگی داری بسم الله. انسان نباید خود باخته باشه، ژست بیهودی بگیره. تمیزی و نظافت عبادت، الطهور و شطر الایمان. ولی آدم که فقط با لباس ژست نمیگیره.